استاد در تخته صنف نوشت یک به یک برابر است. یکی از طلبه ها قصه گفت استاد جان یک به یک برابر نیست. استاد سخت عصبی شده بیا به نزدیک تخته صنف و اثبات نما که یک به یک برابر نیست. اگر اثبات کردن نتوانی مجازات خواهی شد. من 8 سالم، من همه اینها هم 8 سالم. برای چی هر شب پدری آمین از کار بیاید با او بازی میکند؟ اما پدری من هر شب مرا میزند. چرا محسن بدی درس ها بازی میکند اما من ترازو گرفته به بازار رفته پول کار میکنم. مهینه به مثل من 8 ساله است. از خانه آنها بوی خوراک های بلذت میآید اما من نان را با آب تر کرده میخورم. استاد اشکهایش را پاک کرد و در تخته صنف نوشت یک به یک برابر نبوده است.